3 سال پیش که تصمیم گرفتم برم از یک قنات فیلمبرداری کنم، تا اون لحظه من فوبیای جاهای بسته رو داشتم، ولی چون میخواستم از این سوژه حتما فیلمبرداری کنم دیگه خیلی چیزا رو گذاشتم کنار. جالبه بدونید که توی قنات واقعا یه دنیای متفاوتیه. وقتی رفتم اونجا و با اولین مغنی روبرو شدم، دیدم یه آقای حدوداً 75 سال است. این آقا با این سنش هنوز هم داره کار میکنه، اونم چه کار بسیار بسیار سنگینی. همینجا دل بنا منو تکی شیاده باودا باشه نبودا عجب که دل گران از دیگه بنا همون بنا تویده اربا تموشو تموشو سعید برده جا کرده بوده نه خوابه تموشو برده. وقتی داخل قنات شدم اونجا هنر مهندسی ایرانی‌های قدیم رو بهتر درک کردم. در اون زمان تو جغرافیایی که نیاز به آب داشتن و کمبود آب بود، مثل جاهای نیمه کویری و کویری، اومدن از سیستم قنات استفاده کردن. اونها چاه عمیق نزدن مثل امروز ما و از پمپ استفاده نکردن که به زور آبو بکشن بیرون. اونها اومدن سیستمی رو درست کردن همانند چشمه‌های طبیعی که رودخونه هایی رو در زیر زمین ایجاد کنن و اون رودخونه ها به این شکل بیاد آب رو از دل زمین بکشه بیرون. وقتی وارد این قنات شدم حدوداً 100 متر باید پایین میرفتم و حدوداً 120 متر هم باید نقل میرفتم. هیچ لوله و هواکشی نبود. همینطوری که میبینید من مدام در حال راه رفتن هستم و این مسیر اینقدر طولانیه که بعضی وقتا مجبور میشم یا اسپید آب کنم تصویر رو یا یه جایی رو کات کنم و از دیزال استفاده کنم تا اینکه بتونم طولانی بودن این مسیر رو به شما بهتر نشون بدم. در قنات شما نمیتونید عرض اونو خیلی خیلی بزرگ حفر کنید که راحت عبور کنید. همینجوری که میبینید این آقای محترم داره تقریبا کج این مسیر رو میره. من هم باید به این شکل حرکت میکردم و از طرفی مشکلی که من داشتم این بود که خب دوربینم دستم بود، دوربین فلت و تجهیزات فیلمبرداری. فقط جاهایی رو تعبیه کرده بودن که این افراد بتونن تو اون مسیرها که به همدیگه میرسن به این شکل از کنار هم به راحتی عبور کنن. اینجا دیگه انتهای کاره، جایی که مغنی ها مشغول کندن هستن. میبینید ذره ذره این خاک رو باید بکنن و اینها رو به بالا تخلیه کنن. حالا شما تصور کنید که حدوداً 120 متر دلو بیاری اینجا، خالی بیاری اونو پر کنی، 120 متر دوباره برگردی اونو بدی بالا. به خروج یا رگ‌های آبی دقت کنید که چقدر آب قشنگ از این رگ‌های درون زمین میزنه بیرون. اینجا یکی بود، اینجا یکی، رو هم دیگه جمع میشه و حجم زیادی از آبو تشکیل میده. به این خاک اصطلاحاً میگن خاک کله گاوی. یه خاک تقریبا سفتیه و کندنش هم واقعا سخته، اون هم در جایی که هیتلری در کار نیست.
و باید با دست همانند نیاکانشون که هزاران سال بود این کار انجام میدادن، اینا هم باید به اون شکل انجام بدن. دنیای واقعا جالبیه، یعنی باید بری اونجا رو ببینید و تجربه کنید که به اهمیت آب از دیدگاه گذشتگان پی ببرید. تمام این هنرنمایی ها توسط این ابزار شکل گرفته، یک تیشه و یک بیلچه کوچیک. جایی که من فیلم برداری میکردم یکی از چالش‌های بزرگم این بود که از سقفش هم آب میچکید و این باعث شده بود که برای سیف کردن دوربینم دچار مشکل بشم، ولی خب این کار باید انجام میشد دیگه، چاره‌ای نبود. توی پوشتره تا رنگ رو مو اسم شما چیه؟ سعید؟ چند سالته؟ 25. ازدواج کردی؟ از کی مغنی شدی؟ 2 هفته اومدم. تازه مغنی شدی ها؟ چطور کاریه به نظرت؟ سخت. ارزش داره اصلا این کار کنی به نسبت یا نه؟ از بیکاری بهتره. فقط بیکاری؟ آره. چه نسبتی به آقای ارشدی داری؟ جان؟ با آقای ارشدی چه نسبتی داری؟ عموما شما پسر چیزی ها؟ پسر قنبری ها؟ چرا با بابات کار نمی کنی؟ اینجا با عموت کار میکنی؟ من اینجا میشینم بابام. اینجا میشینی؟ آره نه. این قسمت هایی که اثر سوختگی دیده میشه مربوط به خیلی قدیمه. اون موقع قنات رو با یه سری چراغ های نفتی روشن میکردن که باز قدیمتر از اون چراغ های روغنی بوده. چراغ ها رو با سوزوندن روغن های حیوانی روشن میکردن و اینها رو در متراژ های مشخصی کار میذاشتن و از اون موقع آثار سوختگی مونده.
البته این فیلم مال حدوداً 2 سال پیشه و ارتفاع آب که نگاه کنید تقریباً تا زانوی طرف میاد، ولی الان آبش کمتر شده. اگر حکومت ما میومد این صنعت یا این تکنولوژی رو بها میداد، گسترش میداد و این افراد رو ساپورت میکرد، ما به احتمال خیلی خیلی زیاد دچار کمبود آب نشده بودیم، یا نهایتش تا این حد دچار کمبود آب نمی شدیم. چرا که این کار اکوسیستم طبیعت رو به هم نمیزنه. اما چاهای عمیقی که کنار هم با فاصله کم زده میشن و آب رو با فشار و یا بهتر بگیم با اجبار از دل زمین بیرون میکشن، سفره‌های زیرزمینی رو به سرعت خالی میکنه. تصاویری که شما اینجا میبینید خیلی روشنه، به خاطر اینکه من از یک فلت تقریبا پرقدرت استفاده کردم، ولی این افراد از این لامپ خیلی ضعیفی استفاده میکنن که اونجا بسیار بسیار فضا تاریک‌تره براشون و طبیعتاً کار کردن هم در فضای هرچه تاریک‌تری باشه سخت‌تر خواهد شد. درسته که این آب الان لای هست، اما وقتی که تا قسمت خروجی کار میره که حدوداً 5 کیلومتره، تمام این گلولای تنشی میشه و یک آب زلال و گوارایی میاد. وقتی من از این آقا پرسیدم که این قنات عمرش چقدره، به من گفت که من اصلا خاطرم نیست که عمر این قنات چقدره، چون فقط اینو میدونم که پدر من اینجا کار کرده، پدر بزرگ من کار کرده و حتی پدر بزرگ من هم میگفتن رو اینجا کار کرده، چون ما نسل در نسل مغنی بودیم. همینجور یک باری خودتون بیا یک شانه بعد اینجا فشار میشن نکرد اینجا آمادی، اینجا بازم یک نفس عمیق درجه 2 میکشید. بیا خدا اینا قدیمی هست. ببین او چراغ قدیمی هست، نگاه کن قدیم اوجه چراغ درست میکردن پیشته. اون چراغ ها همون چراغ تمیزی ها با این روشن میکردین؟ قدیم با این روشن میکردن، اینجا مگذاشتن که چراغ نبوده با اینا کار میکردن قدیم ها. با شیشه فلتر دارم میلیست، نگاه کن پلیتی نفتی دارم اینو گذاشتن، میگه من به خودش کار میکرده بودم اصلا این میکردن زوکران اینا ناسه ها. بیا این کار آوردن بالا، نگاه قدیم چی کارا میکرده بودن. اینا چوبه یا چوب ارسا گذاشتن لاکر دارن، عیب نکردن. اینا رو برای چی گذاشتن؟ اینا ریزش میکرده بوده. خب اینا ریزش میکرده بوده، بعد ریزش میکرده بوده، اینا رو گذاشتن که حافظ زمین باشه که ریزش نکنه دیگه. اینا برای ریزش گذاشتن بغل که ریزش نکنه. گولی نبوده، کول قدیم نبوده، با چوب بدبختام چیده بودن و این کارا میکرده بودن. مکم کاری کردن دیگه.
اینا همه چوه، اینا چوه بیرون چوه. السلام علیک یا پیغمبر. السلام علیک یا بدر الدجا یا سلطان یا ابوالحسن. با چیزی ها پدگاه میشه. ببین داری نگاه کبلا رو کجا گذاشتن اینا بره ریزش نکنه این کار کردن. از وقتا هر دوتایی گذاشتن با این فاصله گذاشتن. یه شیشه هم اینجا پایین کردن. یا پیغمبر خدا. یا اینجا سرپا باستر نگاه بیست. اینجا سنگ هست 20 تن تا 30 تن سنگ اینجا. یا به این چاب این سنگ و این سنگ رو بیفته و چیکار کنیم؟ او یکی دیگر نگاه کنه بالاتر بیا اینجا. اوی ها نگاه این سنگ ها اینا رو بگو بری چی چیندین اینجا؟ الله حی بعدی به پیدا نداره بریم. اینا سنگ بگو اینا چطوری چیدین اینجا حالا؟ ها؟ اوی سنگ ها من بگم تو میگی اوی سنگ ها رو چیدن اینا؟ چیدن مشخصه. واه یا خودش هم اونجا در آمده گذاشتن؟ نه چیدن اصلا معلومه چیدن. احتمال میلچا بود. میلچا کور کردن. نگاه با اون سنگ بالایی ها. حالا اون سنگ پایینی ما بگیم که اون چی جور انداختن اونجا گریفته چاره؟ دیلم زدن. نه بابا دیلمی نیست. من با روش باز بوده. نه دیلم. اون سنگ همون سنگ الان به هیچ وجه به دست برداشته نمیشه. نه نگاه به این سنگ بوده. خواب این سنگ دیگه این کل سنگ نگاه اینجا سوراخ کردن. این سنگ این زیرش رو سوراخ کردن رفتن. این سنگ بوده ها. بیا ها لاخ سنگ دیگه. ببین زمینش مثل شفت سنگ بوده. اون مکان آدمیزاد کوه قاف رو سوراخ میکنه. به این چیزی نیست که الان بله ولی اون موقع همش با دست و بدبخت و همش دست بیداده. اینا دست الان نگاه کلنگ از اینجا بزنی نیست اینجا پرد بشه. اینا سنگ اینا رو جنه. بله این کار قدیمه. اینا جدیدن نیست که بگیم ما دورین ماها نیست. اینا هم او چوی پایینی سرش بسته. نه اینا اینجا آبار در آوردن. نه این آبار دیگه مخاطب بیدن به خودشون تفش یاخ بوده این کار کردن. یا سنگ یا تفش همش سنگ. پله گلی گذاشتن. دو تا گلی گذاشتن بازم چوب بالا کردن. چوب یکمی چرخ بکشین به سمت چپتان. بگه جابو بخور. اینا کوره ها رو میبینی؟ اینا کوره قدیم ها. همین یک 30 متر 25 متر مرا اوبر همجوری ها کوره ها. اینا من درست کردم. بودی کردم اینا بومبست کردم. کار من دیگه الان. بخوا بری توی سیلاخ بگو.
چه بنداز حالا من بیهی تا برم امروز به آب خوردم چشمه دارم من میگه یعنی ستونی کجایه؟ یه الان یه وقتی دی راست کرد نصف چاه همه شما فرزید ببین یه خالی از دیدش اینا همه ترکیده خلاص اینا نگاه کن این خلاص الان این 100% خطرناکه ای ما برای چی کبل گذاری میکنیم این وقتی دی کلا خوابیده این زمین اعتبار ندارم که الان بگی نه یک سنگ به همین یک کلنگ بزنم از همینجا خلاص میشم میاد یکی فقط به همینجا بزنم و خلاص ببین این درزشه الان بزنی از همون عقب کامل اینا همه رو چرکه میپایی ما این خبر گذاری کردیم که اگر اینا به چرکه بیفته برای اینا اثر نداشته باشه خیلی خوب یا کننگالا تو از این جا با پایی مری تو کجا مری